سلام علیکم برادرای عزیز. هزار رحمتی کلام برای پذیرشتون، برای گپ‌های ناز نستنتون، برای دستگیریتون. ما یک چیز میگم. 3 سال پیش اکای بیروز کی میشناخت؟ 3 سال پیش اکای بیروز چیکار میکردن؟ برای چی من ای خودی یک قشلاق رفته آوردن؟ برای کی پولشون میدونن که ای ما پول کار میکنن، میدونستن که ای ما میخرن. هزار رحمت کلام برای آواره دستگیری کردنتون. نه که شما وقتی که من آواره بدین انا همیقه بدین. حاضر ای پشت من چیزی من خوردن حق من خوردن انا همیقه شده رفتین. ما چی؟ ما موندم ماشیناتون علی شد، ای پشت من رستوران شده. دیگه کارو کنین. پدر و مادر ما در دور یک قشلاق زندگی کرده. ما حالیم کارم همه استادگیه. نیکی شما کلام. سلام علیکم برادرای عزیز. نو ویدیوی اکای بیروز دیدم. نمیدونم چی بگم. الله عزیز خودش میدونه کیا بزنه. یا پلیستیشن نمخه نشون دادستم. کم چند بار نشون دادم. پلیستیشن ما قریب 1 هفته 2 هفته در خونه گشتم، 1 بار در خونه ندیدم. کنی آیپاد ما پلانشتم، کنی مادبوک دستی ایش دستی اوش 1,000,000 روبلی برای بای منو حسبی نشدم. دست یکی بارون 100% ما گارانتی میتونم دست یکی بارون گرفت. کنی اون پلو 100,000 دیگه آخران بار مسکو رفتیم 120,000 سومونی با تاجیکی 120,000 سومونی در کارت اکای شورات گرزوندن. کنی اون پول، کنی دیگه پلو همش دست شما. الله مهربان میدونه کیا بزنه کیا وایکند. من همه قصال هیچ نگفتم، من یکم بدی نکردم. الله میدونه کیا بزنه.